سلامات برآمد شدید. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان هموطنان عزیز، بعد چند روز دیگر سال 2021 که برای مردم شریف تاجیکستان یکی از سالهای واقعا تاریخی و فراموش نشونده 30 سالگی استقلالیت و آزادی وطن ما به مامان می باشد سپری می شود و کشور عزیز ما در مرحله نوی رشد و ترقیات خود وارد می گردد. با افتخار و قناعتمندی ابراز می دارم که دوران صاحب استقلالی برای مردم سربلند ما دوره سعی و کوشش های وطن دوستانه و زحمت و تلاش های سازنده به خاطر حفظ استقلالیت و آزادی تاجیکستان، پیشرفت دولت و آبادی وطن به حساب می رود. این رقم ها را شما مقایسه کنید. شما مقایسه کنید با مردم درست فهمونید. من اشاره کردم 1,400,000 oile 138,000 گکتار پایانتر میگویم با شما خودتان مقایسه کنید. یعنی 8,800,000 نفر اهالی کشور امکانیت پیدا کردند که شرایط اقامتی خود را بهتر نمایند. برای چی؟ با حساب میانه امروز هر یک عائله تاجیک را 6 از 4 نفر تشکیل میکنند. الان حساب کنید. خاطر نشان میسازم که در زمان 70 سال پیشین با همگی
با 530,000 oilayi mamlakat 77,000 gektar zamin doda şuda بود. مقایسه کرده ایستان چند برابر زیاد است. شما ناز میدونید در دوران زمان استقلالت که در یک اویله قریب 5 6 تا 7 اویله حتی فرزندان اویله دار کرده بودند 10 15 20 نبیره در یک اویله همه سرجم بودند که بسیار پرابلم های دیگر هم پیدا میشد اویلوی دیگر کشوری که نو ارورته جنگ تحمیلی شهروندی رها یافته این کاری آسان نبود. در 30 سال استقلالیت دولتی 3240 مؤسسه نوی تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته و استفاده داده شد. من در زمان شوروی در زمان پیش همگی 4,500 مؤسسه تعلیمی داشتم که یکیش تاریخ 40 50 60 ساله دارد. حالا شماره خوانندگان در مملکت 2,200,000 را تشکیل می‌کند. لیکن برای مهیا کردن شرایط باز هم درجه عالی تحصیل ما باز هم جدی کار کردن اما در کار من مفصل‌تر باز در پایان‌تر استفاده می‌گذارم. کودکس‌ها در بین مخصوصاً صاحبکاران در بین اهالی خوب کار کردند. نه همه کودکس‌ها را می‌خوانند می‌دانند. نه همه صاحبکار. با واسطه تلویزیون، رادیو، واسطه اینترنت خب دانند صاحبکارها که چگونه امتیازات دولت برای آنها مهیا کرده است. بر زمین شماره اندازها از 10 تا 7 نامگوی کم گردیده معیارهای یک چند نمودی آنها پس کرده شدند. طوری که بارها ذکر نمودم هدف عالی دولت و حکومت مملکت بهتر کردن شرایط زیست و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم وطن عزیزمان می باشد. من اینا برای ملامت کردن مردم نه. من به خاطر آوردن که مردم داند که ما در کجا قرار داشتیم و امروز در کجا قرار داریم. چی سطح زندگی داشتیم به کجا رسیدیم. برای استفاده علاقه مابلی از جانب اهالی مملکت 30 میلیارد سامانی خراجات شده است. ما با شرکت‌های مابلی که 90% شرکت‌های خارجی است هر سال 3 میلیارد سامانی مبلغ داده ایستادیم. میگم که مبلغ نداریم. فقط گپ مون 30 میلیارد است. این 3 میلیارد دلار اگر این مبلغ بر نیروگاه برخورد راغون روانه میکردیم وقت نیروگاه راغون ساخته بودیم. 3 میلیارد این پولی کم نیست. این از کیسه مردم بر اومده است. اگر مبلغ نداشته باشد تلفن نمیگیرد. پولی تلفن نمیگیرد. ما مدنیت استفاده برای تلفن موبیلی را دیدم مادر. خرسندی زیاد نکنیم. آینده پرابلم های سلامتی پیدا میشه. بسیار جدی. مخصوصا سرطان معاینه سر و دیگر کسانی ها اینا یگان کس پنهان کرده نمیتواند. نورسان را احتیاط کردند کار. حالا بازیچه شده از تلفن دیگر کامپیوتر برای کودکان حتی نو تولد عقوبتش را اندیشه کرده مونده.